خب بریم سر این درسمون که اینجا قسمت B بود که میگه study the word order، یعنی مطالعه کنید چیدمان لغات را یا چیدمان لغت را. word order یعنی که چیدمان لغت. استادی هم منظورش اینه که با دقت بخونیدش و حالا این منظورش اینجا چیه؟ و خیلی هم خنده داره که اول این کتاب نوشته که روی جلدش نوشته سلف استادی. سلف استادی یعنی خودآموز، ولی اینجا هیچی توضیح نداده. این موضوع اینجا سر این هستش که اینجا میگه is he working today؟ آیا اون امروز در حال کار کردن است؟ و یا اینکه حالا خود اسمم آورده is Ben working today؟ آیا بن امروز داره کار میکنه؟ و خلاصه این فعل کمکی is اومده جلو و سوالی کرده و حالا میگه where are they going؟ کجا آیا آنها دارن میرن؟ و منظورش اینه که اگر ما WH داشتیم و این WH فاعلی نبود، ما باز هم باید بقیه جمله رو سوالی بکنیم. با فعل کمکی باید سوالیش بکنیم. یعنی الان توی این جمله where یعنی فقط کجا، آیا دیگه توش نداره. کجا، بعد آیا آنها، بعد با ضرب برمیگرده به خودش، دارند میرند. نه این سر این قاعده هستش که اگر WH ها فاعلی نباشن ما هنوز به فعل کمکی احتیاج داریم و خب where که فاعل نیستش، قید مکانه. و اینجا میگه where are those people going؟ کجا آیا اون اشخاص. نه people هم معنی مردم میده و هم توی محاوره معنی اشخاص. یعنی شما میگید که one person یک شخص، ولی توی زندگی روزمره نمیگید two persons. تو زندگی روزمره پرسن رو ازش استفاده نمی کنن، بلکه میگن one person two people. نه جمع پرسن توی زندگی روزمره محاوره پیپل هستش. ولی اگر مثلا شما برید توی آسانسور نوشته 4 persons only، نه جایی که رسمی هستش پرسن رو جمع میبندن. اوکی، خب بریم اینجا قسمت پایین، قسمت C. short answers یعنی جوابهای کوتاه که گفتم توی زندگی روزمره شما به صورت کوتاه جواب میدید. اگر با حال استمراری از شما سوال کردن که مثلا اینجا are you going now، قسمت پایین are you going now، آیا شما حالا دارید میرید، و شما به صورت کوتاه میگید yes I am. و وقتی که short answer میدید، جواب کوتاه میدید، دیگه از short form استفاده نمیتونید بکنید وقتی که مثبت باشه ها، چون شما به اندازه کافی متریال باید داشته باشید که بتونید این سنتنس ملودی زبان انگلیسی رو ادا بکنید. خلاصه اینجا are you going now؟ yes I am. نمیتونید بگید yes I'm، نه به صورت شورت فرم yes I'm نمیشه. ولی اگه منفی بود میتونید بگید no I'm not. no I'm not، یعنی که میتونید از شورت فرم استفاده بکنید. اوکی، حالا برای he و she و it yes he she it is. برای آنها yes they
yes we you they are و به صورت حالا اینجا شورت فرم I am I'm و اگر منفی بود نه گفت برای اونجا میگید I'm no I'm not نه میتونید چنجز کنید شورت فرم رو استفاده کنید برای he she it no he's not she's not it's not no they're not you're not they're not و یا اینکه not رو کوتاش بکنید no he she it isn't no we you they aren't نه یا میتونید که ایز رو کوتاه بکنید یا not رو کوتاه بکنید خب جمله اولی که ما خوندیم جمله دوم شما بخونید Is Ben working today? Yes, he is. آیا بن در حال کار کردن است امروز؟ بله بله یا اینکه آیا بن امروز داره کار میکنه حالا اگه بخوایم فارسی نه امروز بن داره کار میکنه یعنی واقعا اومده سر کاره و اینجا چون مثبت میخواید جواب بدید باید کامل بگید yes he is و یا اینکه no he isn't وقتی که no رو بهش اضافه کنید یه خود متریال بیشتر بشه میتونید از شورت فرم استفاده بکنید خب جمله بعدی Is it raining? No, it isn't. آیا اون در حال باریدنه؟ نه اون نیست. بله اینجا اگه نگاه کنید چون منفی هستش یه خود متریال بیشتره شما از شورت فرم هم میتونید استفاده بکنید خب جمله بعد Are your friends staying at the hotel? No, they aren't. They're staying with me. میگن آیا دوستان شما ایستادن در هتل ماندن در یک هتل؟ آره ماندن is to stay توی هتل و اینا شما نمیتونید بگید live یعنی زندگی کردن توی هتل شما میمونید stay to stay اقامت کردن ماندن are your friends staying at a hotel بله آیا دوستان شما در هتل موندن در یه هتلی بعد اون در جواب میگه چی نه آنها نیستن آنها ماندن با من پیش من بله پیش من موندن تلفظتون هم بد نبود راستشو بخواید نه Are your friends staying at a hotel خب چند تا نکته اگر نگاه کنید at برای مکانها شما هم میتونید از at استفاده بکنید و هم از این استفاده بکنید ولی اینطوری هستش که at طبیعی تره at یعنی در این یعنی داخل تو فارسی هم شما میگید پارسال ما در یه هتل خوبی اقامت داشتیم نمیگید ما پارسال داخل یه هتل خوبی اقامت داشتیم نه هر دو رو میتونید تو زبان انگلیسی استفاده کنید ولی از نظر منطقی ات خب بهتره یعنی در نه اینکه حالا این داخل بعدم اینجا اگه نگاه کنید هتل شما باید این ای رو بذارید در یک هتلی نه تو زبان انگلیسی باید قبل از یک اسم ای ان یا نمیتونم هر چیزی یه چیزی که تعدادش رو معلوم بکنه و غیره باید باشه نکته دیگرش این هستش که اینجا ماندن با ما یا پیش ما تو زبان انگلیسی with they are staying with me که خب اینجا شما نمیتونید بگید they are staying with I نه خب به جای می نمیتونید آی بذارید چون شما فاعل نیستید اوکی خب این حال استمراری بود و این هم تمریناش که تمریناش هم حالا 4.1 میگه look at the pictures and write the questions نگاه کنید به تصاویر
و بنویسید سوالها را. یعنی جواب رو داده، میگه سوالها رو شما بنویسید. 4.2 میگه look at the pictures and complete the questions. نگاه کنید به تصاویر و کامل کنید سوالها رو. نه باز اینجا میگه این سوالها رو شما کامل بکنید و در رابطه با این تصاویر سوال بکنید. 4.3 میگه make questions from these words. میگه درست کنید شما سوالهایی از این لغات. لغات رو در هم گفته، بذار چیدمانش در هم بر همه و میگه اینا رو مرتب بکنید. بعد میگه put the words in the right order. یعنی قرار بدید شما لغات رو به طور چیدمان درستش، به صورت چیدمان درستش. و 4.4 میگه write short answers. بنویسید سوالهای مثل جوابای کوتاه رو مثل yes I am, no he isn't و غیره etc. یعنی و غیره. نه مثل اونزو وایتر زبان آلمانی هستش etc. اوکی. خب بریم سر یونیت 5 و این یونیت راجع به حال ساده هستش. تا الان اینجا حال استمراری بود، اولین زمانی که شما یاد گرفتید، و حالا حال ساده. خب حال ساده، به حال ساده میگن the timeless present. یعنی زمان حالی که به هیچ زمانی ربط نداره، وابسته نیستش. بهترین مثالش این مثال اینجا که میگه I like ice cream. من از بستنی خوشم میاد. خب شما اینجا تنها فرمی که بتونید استفاده بکنید حال ساده است. شما نمیتونید هم از نظر منطق و هم از نظر گرامر شما نمیتونید بگید I am liking ice cream. من در حال دوست داشتن بستنی هستم. نه، یعنی هم از نظر گرامری هم از نظر منطقی شما نمیتونید بگید. حالا چرا؟ چون بعضی از افعال مثل توی کامپیوتر که 0 و 1 هستش، شما یا دوست دارید یا دوست ندارید. اینا نمیتونن آینجی بگیرن. نه، اینا طول ندارن. نه، یعنی شما اگه بخواید یه نامه بنویسید خب طول میکشه. اگه شما در حال تماشا کردن تلویزیونی طول میکشه. ولی دوست داشتن و دوست نداشتن یا دوست دارید یا دوست ندارید. و بنابراین هم از نظر منطق و هم از نظر گرامر شما نمیتونید این رو به صورت با آینجی بگید، به صورت استمرار. و این خانم آقا میگه که خانمه میگه we read a lot. ما میخونیم یه عالمه. نه، a lot یعنی یه عالمه که هم برای قابل شمارش و هم برای غیر قابل شمارش ازش میتونید استفاده بکنید. یعنی هم منی و هم ماچ. نه، شما مثلا میتونید بگید I have many books. منی برای قابل شمارشه. I have یا we have many books. ولی شما میتونید بگید we have a lot of books. یا بگید I have حالا much money یا I don't have much money به صورت منفی. حالا و شما میتونید بگید I haven't یا I don't have a lot of money. نه، a lot رو هم میتونید برای مقدار و هم برای تعداد به کار ببرید. نه، این a lot محاوره‌ای هستش. محاوره یعنی قبول شده ها، یعنی قبولش کردن.
نه دیگه کسی نمیره دنبال منی و ماچ. خب پایینش هم میگه they have a lot of books. آنها دارند یک عالمه کتاب‌هایی را. و پایینش هم میگه they read a lot. یعنی به طور کل آنها زیاد میخونن، یه عالمه میخونن. و اینجا میگه که he's eating an ice cream. او در حال خوردن یک بستنی هستش. و پایینش هم میگه he likes ice cream. او از بستنی خوشش میاد، او بستنی دوست داره. خب بریم این پایین و اینجا صرف فعل توی زمان حال ساده و این تنها جایی هستش که توی زبان انگلیسی ما صرف داریم. زبان انگلیسی صرف فعلش رو از دست داده. تنها جایی که شما صرف فعل دارید توی حال ساده و برای شخص سوم مفرد. اگر نگاه کنید I, we, you, they read, like, work, live, watch, do, have. برای اشخاص دیگه شما صرف ندارید. فقط برای he, she, it شما باید برای صرف یا اس بذارید مثل read, likes چون خودش ای داره، نه اس رو گذاشته. works احتیاجی به ای نداریم، فقط اس. live زندگی کردن، اوکی. و اینجا چون این صدای آخر watch خیلی شبیه یا شبیه نزدیک به صدای اسه، شما یه ای اس میذارید، یه ای اضافه میکنید و از نظر تلفظ هم میگید هی شی. حالا ایت که برای اشیا هستش، نه هی و شی watches. نه اگه بخواید درستش رو بگید یه خود به صورت آی watches. بعد هی شی ایت داز که گفتیم بیقاعده هستش، احتیاجی به این ای نیستش چون صدای او و اس خیلی متفاوتن، ولی این بیقاعده هستش. و اینجا هم خب خیلی ها فکر میکنن که ما 2 تا فعل داریم یا 2 تا فرم داریم، هوا هست، در حالی که این واقعا اینطور نیستش. ریشه داشتن HA هستش و در واقع این هوه، این وی ایش صرف برای اشخاص دیگه هستش، برای I, we, you, they و برای he و she شما اسم میذارید، یعنی هیچ فرقی نمیکنه مثل تمام افعال دیگه. ولی افعال دیگه برای I, we, you, they صرف رو دست دادن، ولی این هم صرف رو نگه داشته و صرفش وی ای بوده. و خب این وی ای رو برای هی و شی دیگه باید بذاریدش کنار و بذارید اس. خب حالا اینجا میگه remember یعنی به خاطر داشته باشید یا اینکه به اصطلاح یادتون نره. He works او کار میکنه با اس. She lives او زندگی میکنه و it rains. خلاصه میخواد بگه این اس و یا ای اس رو برای صرف فعل برای شخص سوم یادتون نره. و چون زبان انگلیسی صرفش رو از دست داده و فقط برای هی و شی و ایت صرف داریم، توجه ممتحن خیلی به این معطوف میشه و سر امتحان باید مواظب باشید که توی قسمت به اصطلاح رایتینگ وقتی که رایتینگ رو نوشتید یه خود وقت بذارید و چک بکنید. 2 تا چیز رو باید چک بکنید برای فارسی زبان. یکی اینی که ما هی و شی نداریم، ما تو زبان فارسی فقط او رو داریم، ولی هم تو آلمانی و هم تو زبان
انگلیسی این هی و شی رو دارن و اینی که تو زبان انگلیسی فقط برای هی و شی و ایت ما صرف داریم و خلاصه رایتینگتون رو باید یه مقدار زمان بذارید چک بکنید. خب جمله اول بخونید. I work in a shop. My brother works in a bank. Not my brother work. من کار میکنم در یک مغازه‌ای، در یک شاپ. بله مغازه داره. برادرم کار میکنه در یک بانکی. نه برادرم کار میکنه. آره میگه که به اصطلاح اس رو یادتون نره. not نه این که این not یعنی نه این که my brother work میگه باید اس رو بذارید، این به اصطلاح صرفشه و اقصی هم این جمله رو به کار برده. میگه I work، میگه برای من احتیاج به صرف ندارم، ولی my brother اگر براش ضمیر بذاریم میشه he و اگر هی هستش بنابراین my brother works. میگه یادتون نره این اس رو باید بذارید، صرف فعل هستش. خب جمله بعدی. Lucy lives in London. Her parents live in Scotland. بله لوسی زندگی میکنه در لندن، والدینش زندگی میکنن در اسکاتلند. بله اینو حالا اقصی این جمله رو نوشته. چرا؟ الان هم اتفاقا تلفظش هم خود انگلیسی ها میگن لوسی قشنگ نه یورو لوسی. خب اگر نگاه کنید لوسی خب مؤنث شی شخص سوم، her parents اینام شخص سومن، ولی لوسی اس گرفته صرف شده ولی her parents نگرفته. چرا؟ چون بله چون جمع دیگه. برای لوسی اگه بخوایم ضمیر بذاریم میشه شی، ولی برای her parent میشه they آنها. خب از تلفظم خوب بود، بد نبود، ولی باز با این حال من یه بار دیگه بخونم. Lucy lives in London که خب خیلی متفاوته از تلفظش توی آلمانی لندن. نه Lucy lives in London. Her parents live in Scotland. اوکی. خب جمله بعدی. It rains a lot in winter. اون میباره زیاد در زمستان، یعنی بارون میباره زیاد در زمستان. بله it rains a lot in winter. اون میباره یک عالمه در زمستان. خب این یکی از بهترین مثال ها هستش برای حال ساده، کاربرد حال ساده. حال ساده به هیچ زمان خاصی ربط نداره، هر چیزی که تایملسه. نه خود تایملس رو لغتش رو جاهای دیگه هم ازش استفاده میکنن، مثلا timeless furniture. نه furniture یعنی مبلمان، timeless furniture یعنی مبلمانی که اینا هرگز قدیمی نمیشن. مثل این مبلمان انگلیسی هستش که از چرمه و دگمه هستش. نه بعضی مبلا نه، یا مثلا کراوات آقایون یه چیز تایملسه. نه همیشه آقایون دارن کراوات میزنن و تایملسه، نه به هیچ زمان خاص، یعنی هیچ وقت قدیمی نمیشه. اوکی. خب بریم اینجا میگه I have ولی he she it has. میگه خلاصه مواظب باشید که اینجا باید صرفش بکنید برای هی و شی که گفتم این دوتا فرم نیستش، در واقع
وی برای اشخاص دیگه بوده، اندونگ به صورت آلمانی بگیم اندونگ یا صرف برای اشخاص دیگه بوده و انجام الان ما اس رو میذاریم برای هی شی ایت. خب این جمله رو بخونید. Joe has a shower every day. جو یه دوش میگیره هر روز. بله خب جو تلفظش جو has a shower every day. خب اینم باز مثال خوبی هستش. حالا پایینم میخونیم برای چیزهایی که تکرارم میشه شما از حال ساده استفاده میکنید و این to have a shower یه فریزال وربه، فعل عبارتی هستش و اینجا انگلیسا میگن to have a shower، آمریکایی ها میگن to take a shower. نه و تو فارسی هم ما میگیم دوش گرفتن. یعنی در واقع ترجمه احتمال هستش ترجمه آمریکایی هستش، نه اینکه دوش داشتن. نه خلاصه این تفاوت متاسفانه وجود داره. خیلی جاها که انگلیسی میگه have آمریکایی میگه take. اوکی. خب اسپلینگ هم که خوندیم، نه این به اپندیکس 5. خب حالا اینجا داره حال ساده رو توضیح میده، بعد میگه نه میخوام خودتون بخونید از تلفظ. حالا ببینم چجوری تلفظ میکنید چجوری ترجمه میکنید. این توضیح رو بخونید. We use the present simple for things that are true in general or for things that happen sometime or all the time. اوکی. دقیقا مثل آلمانی ها. آلمانی هم من قبلا خودم اینا رو میخوندم ولی برای شما میگم خودتون بخونید که ببینم چطور ترجمه میکنید. خب اینو چجوری ترجمه میکنید؟ همیشه استاد ما استفاده میکنیم زمان حال رو برای چیزهایی که در عموم درست هستن. مثال جنرال رو نمیدونم که هستن درست در جنرال در آره هستند واقعی یا درست به طور کل. نه یعنی هستن این جنرال یعنی به طور کل، یعنی همیشگی هستن. نه به طور کل اینا حقیقت دارن. نه یعنی به زمان وابسته نیستش. اوکی. یا برای چیزهایی که اتفاق میفتن همیشه، نه گاهی اوقات یا همه زمان یا در همه زمان. بله درسته. or for things that و یا برای چیزهایی که that یعنی که happen اتفاق میفتن sometimes گهگاهی or و یا اینکه اینم باز دارک اله all the time. all the time یعنی که تمام وقت. نه یعنی چیزهایی که به طور کل واقعی هستن، حقیقت دارن و چیزهای تکراری. نه خب اینم یه ویوز یعنی ما به کار میبریم، راستشو بخواید استفاده میکنیم، به کار میبریم. نه ما استفاده میکنیم یا به کار میبریم حال ساده رو برای چیزهایی که به طور کل واقعی هستن، یعنی حقیقت دارن، یعنی بودنشون ادامه دار هستش، حقیقتشون ادامه دار هستش. و یا برای چیزهایی که گهگاهی اتفاق میفتن و یا همیشه. خب جمله اول بخونید. I like big city. من شهرهای بزرگ رو دوست دارم. بله. نه که اینجا دو تا نکته هستش. گفتم to like دوست داشتن رو نه هم از نظر گرامری و هم از نظر منطقی شما بهش ing نمیتونید اضافه بکنید. نمیتونید بگید من در حال دوست داشتن هستم. نمیشه. یا دوست دارید یا دوست ندارید. و اینجا
میخواد چون به طور کل بگه باید جمع ببنده و میگه بیگ سیتیز. نه یعنی شهرها به طور کل، نه این که به صورت نکره هستش. اوکی. خب جمله بعدی. Your English is good. You speak very well. انگلیسی شما هست خوب، شما صحبت میکنین خیلی عالی، خیلی خوب. خیلی خوب. بله. نه اینم بد نبود. Your English is good. Your English is good. You speak. نه که به اصطلاح به خاطر اینکه اون ای رو نذارید، نه مثل زبان آلمانی ها فرق نمیکنه، برای اینکه اون ای رو نذارید و از اسم اس استفاده نکنید، شما میگید you speak. You speak. و اینجا ما دو تا صدا داریم که به نظر میاد مثل هم باشه. یه دونه اینجا وی داریم و یه دبلیو داریم. این انعکاسیه. Very well. Very well. اوکی. خب جمله بعدی. Tom works very hard. تام کار میکنه خیلی سخت. خیلی سخت کار میکنه. He starts at 7. اوکی. آره. خب نداشتیم تا حالا. اوکی. خب اولا که برای زمان شما میگید at. این at همون اوم زبان آلمانیه. at خب به صورت تنبلانه میتونید بگید 7:30. 7:30. ولی درستش اینه که بگید 7:30. نه half که الش خونده نمیشه. نه نمیگید half past 7 یعنی که نصف گذشته از 7. اوکی. بله. He starts at 7:30 and finishes at 8 o'clock in the evening. او شروع میکنه سر ساعت 7:30 و پایان میده یا تموم میکنه سر ساعت 8 عصر. بله در عصر. اونم گفتم الشو نمیخونید. half past. بله. خب این الان راستشو بخواد از اون تکرار هست. نه Tom works very hard تکرار، نه به طور کل تکرار، و باز دوباره این قسمت دومش هم تکرار. He starts at 7:30 and finishes، درست گفتید finishes at 8 o'clock، سر ساعت 8. که این o'clock رو برای به اصطلاح نیم و اینا نمیگن، برای کامل میگن 8. نه at 8 o'clock in the evening. یادتون بشه که اگر ما این the رو استفاده بکنیم قبل از یه لغتی که صدای اولش با صدا باشه، این این the و اون evening ادغام میشن و میشه the evening. in the evening. حالا evening خیلی جالب هستش. سلامای در طول روز رو بهتون بگم. سلامای در طول روز شما اگر ساعت 12:05 10 دقیقه نیمه شب همسایتون رو تو کوچه ببینید، به شما میگه good morning. نه دقیقا مثل آلمانی ها. good morning، صبح بخیر. نه ممکنه یه لبخندم بزنه و منظورش اینه که خب میدونم تاریکه ولی صبح، از 12 بعد صبح. خب این گود مورنینگ رو از 12 شب تا 12 ظهر میتونه به شما بگه.
و برای خداحافظی میتونه بگه بای، see you، نمیدونم هر چی که دوستانه هستش، ولی میتونه به صورت رسمی اگه بخواد عمل بکنه برای خداحافظی هم به شما بگه good morning. نه، برای خداحافظی هم میگن good morning، خیلی رسمیه. خلاصه از 12 شب تا 12 ظهر سلام good morning، خداحافظی هم good morning به صورت رسمی. بعد از 12 تا 4-5 بعد از ظهر اگه شما رو ببینه میگه good afternoon. نه، good afternoon، نه که به صورت شورت فرم هستش ها. نه، good afternoon یعنی که برای شما آرزوی بعد از ظهر خوبی رو میکنم، good afternoon. و اگر باز بخواد رسمی رفتار بکنه خداحافظیش هم هستش good afternoon. نه، after یعنی بعد، نونم یعنی وسط روز. نه، از ساعت 4:05 تا آخر شب حتی تا ساعت 12 اگر شما رو ببینه میگه good evening. نه، evening فقط عصر نیستش، evening زمان یا اوقات فراغت بعد از کار هستش. یعنی احتمالش هستش که 4:05 هم شما رو ببینه به شما بگه good evening، یعنی یه حالت خوش آمدید به اوقات فراغتتون تا آخر شب که بعدم بخوابید و فردا باز برید سر کار. حالا اگر بخواد رسمی از شما خداحافظی بکنه و ساعت حتی 9 شب باشه، اگر بدونه که شما نمیخوابید و کسی هم ساعت 9 نمیخوابه، برای خداحافظی هم به شما میگه good evening. نه، مثلا پلیس اومده اولش میگه good evening تا ساعت حتی 9 شب هم میگه good evening. ولی وقتی که هی دیرتر و دیرتر شد، وقتی که بخواد بره میگه good night. نه، وقتی بعد از ساعت دیگه 9 و اینا شد دیگه به شما میگه good night. ولی خب باز بستگی داره ها، اگر بدون شب زنده دار هستید ساعت 10 هم به شما برای خداحافظی میگه good evening، چون میدونه که حتی ممکنه بهتون بر بخوره که مثلا ساعت 9 به شما بگه good night. نه، مثلا این چیزایی هستن که حالا بعداً یاد میگیرید که واقعا میتونید مثلا به یکی بی احترامی هم بکنید که به ساعت 9 بگید good night، یعنی من میدونم که شما مثل مرغ میرید ساعت 9 میخوابید. اوکی. خب یه دونه دیگه هم بخونیم. The earth goes round the sun. زمین دور خورشید میچرخه. بله بله بله. اگر نگاه کنید باز دوباره یه دونه فریزال ورب هستش. فریزال ورب یعنی که فعلهای مرکب چند قسمتی، فعلهای عبارتی، و این فعلش هستش to go round. to go round تحت لفظیش یعنی که رفتن دوره، ولی خب معنیش یعنی چرخیدن. و این هم باز دوباره یک مثال عالی هستش برای حال ساده. و اینجا از تلفظی the earth. The earth goes round the sun. کره زمین یا زمین دور خورشید میگرده. میلیون ها سال این کارو کرده و قراره حالا خدا میدونه یه چند سال دیگه هم این کارو بکنه. و این رو شما نمیتونید با حال استمراری بگید، خیلی خنده دار میشه اگر شما بگید the earth is going round the sun. خب یعنی امروز یا الانی که من دارم میبینم خورشید، کره زمین داره دور خورشید میگرده، فردا میره دور یه چیز دیگه میگرده.
نه این یه چیزی هستش که 100% تایملسه و بنابراین فقط با حال ساده. نه اوکی. خب میخوای تا اینجا چون نمیخوام سریع بگم و بریم پیش. اوکی. خب امروز هم که دیگه اینطوری حالا برگزار کردیم. پس see you tomorrow. See you then. See you then. Bye. خدافظ. خدافظ.